دادگاه ازبکستان یک شهروند این کشور را برای شرکت در جنگ اوکراین از طرف روسیه 4 سال و 2 ماه زندانی کرده است. حکم ماه سپتامبر سال 2024 صادر ولی نو رسانه‌ای شد. قانون‌های ازبکستان شامل ارتش کشوری دیگر شدن شهروندانش را منع می‌کند. این شهروند ازبکستان که نامش را رسانه‌ای نکردند 39 سال داشته است. رسانه‌های محلی نوشتند که او در اول سال 2023 برای کار بر روسیه رفته آنجا با سازمان مزدوری واگنر قرارداد بست. طبق قرارداد او باید هر ماه 450,000 روبل دریافت میکرد ولی تنها 2 ماه 150,000 روبل گرفته دیگر به او مبلغ ندادند. رسانه ها نوشتند که او در بخموت و شختیار اوکراین علیه نیروهای این کشور جنگیده به اقرار خودش بیش از 10 سرباز را کشته است. او در آخر سال 2023 به ازبکستان برگشته به قول دادگاه خود را اختیاراً به مقامات تسلیم کرده است. دادگاه این را به نظر گرفته به او حکم کمتر داده است. کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از شهروندانشان خواسته بودند که در جنگ اوکراین از هیچ طرف اشتراک نکنند که به جوابگری کشیده می شوند. تا کنون در تاجیکستان خبری به جوابگری کشیده شدن کسی برای جنگ در اوکراین رسانه‌ای نشده است ولی در قرقیزستان و ازبکستان چند نفر بازداشت و زندانی شدند. شرکت ده‌ها تاجیکستانی در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است. از حضور آنها در جنگ اوکراین زمان خبر نشر می شود که جسد آنها به وطن انتقال می یابد. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ از دو طرف بیش از 1 میلیون نفر کشته و زخمی شده، میلیون ها نفر دیگر آواره گشتند.